پشت پرده پایان غیرمنتظره پایتخت 7 فاش شد. قرار بود پایتخت 7 با 27 قسمت تموم بشه، ولی تو قسمت 22 یهو تموم شد و همه رو ناراحت کرد. از پایان زود هنگام مردم هم مسئولین رو مقصر دونست. اما ماجرا فراتر از این صحبت. کارگردان و عوامل توی یه مصاحبه افشا میکنن قرار بود قصه بره تا تاجیکستان، ولی یه مشکلی پیش اومد. برای رسیدن به تاجیکستان باید از ترکمنستان رد میشد، اما ترکمن‌ها ویزا نداد و عوامل هم به این نتیجه رسیدن که اتوبوس رو با هواپیما منتقل کنن. برای این کار هم فقط دو راه برای رسیدن به تاجیکستان بود. اولیش مسیری بود که باید از ترکمنستان و ازبکستان میگذشتن، دومیش هم از افغانستان. جالبه بدونید که ترکمنستان رو توی دنیا به اسم کره شمالی دوم میشناسه و تقریبا فقط با همسایه‌هاش ارتباط داره، اونم خیلی محدود و قانونای سختگیرانه‌ای هم. برای همین هم تیم نویسنده تصمیم گرفت که قصه رو توی مشهد تموم کنه. اگه عاشق پایتخت 7 هستی این ویدیو رو لایک کن و تو کامنت ها بهم بگو دوست داشتی پایان پایتخت 7 چجوری تموم میشد.